یکی از بزرگترین آفات زبان غیبت کردنه، بدگویی برادر و خواهر مسلمانه. صحابه عرض کرد که نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم حضور داشتم، یکی از اصحاب از مجلس رسول الله بلند شد، به محضی که از مجلس بیرون رفت صحابه دیگر از او غیبت کرد. آن حضرت صلی الله علیه و سلم رو به این صحابه گردان و با خشم و غضب فرمود دندانهایت را تمیز کن، دندانت را حلال کن. فرمود یا رسول الله من گوشت استفاده نکردم. آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود شما گوشت برادر مسلمانت را در همین مجلس خوردی. حضرت حسن بصری رحمه الله تعالی یکی آمد گفت فلانی از شما غیبت کرده، یک سبد پر از خرما برایش فرستاد. وقتی اون خبر شد که این خرما را فرستاده گفت چرا این خرما را فرستادین؟ گفت به خاطر این که شما اعمال امروزتان را، نوافل امروزتان را، صدقات امروزتون را، اذکار امروزتون را به حساب من با این غیبت کردن شما واریز کردید، لذا من در برابر این احسان شما این خرماها را به شما هدیه میدهم. الله ذوالجلال در قرآن عظیم الشان میفرماید ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. شما غیبت برادر مسلمانتون را نکنید. اگر شما غیبت برادر مسلمان را کرده باشید گویا گوشت این برادری که وفات کرده و شما دارید گوشت خام برادر مسلمانتون را استفاده میکنید. چه اندازه الله ذوالجلال این مسئله بعد و این غیبت را سنگین معرفی میکند. لذا نباید انسان با این زبانش اعمالش را برباد بکند، نباید این اذکارش را برباد بکند. دعایی که در نیمه شب انجام داده و نوافلی که در نیمه شب انجام داده و تلاوتی که کرده با یک غیبت کردن به حساب کسی دیگر واریز نماید. فقیرترین انسان همونه که در دنیا غیبت بکنه و دست خالی نزد الله ذوالجلال حاضر بشود. غیبت کردن حق الناس. اگر ما غیبت کسی را بکنیم باید بریم ازش معذرت خواهی بکنیم، بریم شرمندگیش را تحمل بکنیم. بهتر است که در نزد خداوند متعال اعمال زیبا و حسنات زیبای ما به حساب اون شخص واریز بشود. آن حضرت صلی الله علیه و سلم در واقع معراج وقتی میبیند انسانهایی را که با دستانشون، با این انگشتانشون، با ناخونهایشون گوشت بدنشون را میبریدند و میخوردند، از حضرت جبرائیل امین پرسید ای جبرائیل این کدام گروه از امت من محمد رسول الله هست؟ حضرت جبرائیل جواب میده ای رسول الله صلی الله علیه و سلم اینها زنان و مردان امت توی محمدن که در دنیا غیبت برادر و خواهر مسلمانشون را کردند و اکنون دارن گوشتهای بدنشون را با ناخونهایشون بر میدارند و در دهانشون میگذارند. آیا ارزش دارد که ما مجلسی را خوش بکنیم؟ آیا ارزش دارد که ما اعمالمون را دو دستی به حساب کسی دیگر تقدیم بکنیم و در روز قیامت هم در نزد الله ذوالجلال شرمندگی بکشیم و هم دست خالی در نزد خداوند متعال حاضر بشویم؟